شرح فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عمل کننده وظیفوی خدمتچیان دولتی، کارمندان تشکیلات‌های بودجتی، اندازه نفقه و استیپندیا از 13 ینور سال 2022. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 21 دکبر سال 2021 با مقصد بلند برداشتن سطح نیکواحوالی و تامین حفظ اجتماعی اهالی، مرحله به مرحله زیاد نمودن معاش عمل کننده وظیفوی خدمتچیان دولتی و حربی، کارمندان تشکیلات‌های بودجتی، اندازه نفقه و استیپندیا را ضرور شماریدند. در این رابطه فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عمل کننده وظیفوی خدمتچیان دولتی، کارمندان تشکیلات‌های بودجتی، اندازه نفقه و استیپندیا 13 ینور سال 2022 به تصویب رسید که طبق آن از 1 ینور سال 2022 معاش وظیفوی خدمتچیان حربی، کارمندان حفظ حقوق به اندازه 25% و دیگر کارمندان این مقامات به اندازه 20% و از 1 یولی سال 2022 مزد مهنت کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی یعنی مکتب‌های میانه، مؤسسه‌های تا مکتبی و دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، علم، مؤسسه و تشکیلات‌های ساحه فرهنگ، ساحه اجتماعی و مؤسسه و تشکیلات‌هایی که مزد مهنتشان با مزد مهنت خدمتچیان دولتی برابر کرده شده است به اندازه 20% زیاد کرده می شود. اینچنین از سنه مذکور اندازه استیپندیاهای عمل کننده دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی به اندازه 20% زیاد کرده می شود. در برابر این حد اقل مزد مهنت از 1 ایول سال 2022 برای تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری به اندازه 600 سامانه در یک ماه مقرر می گردد. مطابق این فرمان از 1 ایول سال 2022 اندازه نفقه عمل کننده نفقه گیران یتیم کل و نیم یتیمان بنابر محروم شدن از سرابان به اندازه 25% از اندازه حد اقل نفقه از روی سین و سال مقرر گردیده زیاد کرده می شود. برای عملی نمودن زیادشوی مزد مهنت کارمندان ساحه‌های بودجتی، استیپندیا و نفقه‌های سقراطوی و اجتماعی و کمک پولی‌ها از روی اندازه‌های در بالا ذکر گردیده در سال جاری از حساب بودجت دولتی و بودجت سقراطی اجتماعی و نفقه بیش از 1.6 میلیارد سامانه روانه می‌گردد. انجام دادن تدبیر مذکور بهر باز هم بهتر نمودن سطح نیکواحوالی اهالی بخصوص دستگیری دولتی قشر آسیب پذیر جامعه در شرایط کنونی جامعه جهانی و تطبیق هدفمندانه سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان روانه گردیده است.